مادرم از خردی محبت وطن را در دلم جا کرد و گفت بچم وطن خود را دوست دار و هر ذره خاک تاجیکستان را مقدس شمار. امروز سرباز شدم و مادرم با من افتخار میکند. بچم تو افتخاری منی، افتخاری وطن باش. من نیز میخواهم سربلندانه این رسالت جوانمردی و وطنداری خود را در نزد خلق و وطن اجرا نمایم و برای حفظ سرزمین اجدادی و خدمت مادر جانم را دریغ نمیدارم. زیرا مادر وطن مرا در آغوش پرمهرشان به کمال رساندند و با مهر پروریدند. بیایید این مقدسات را ارج میگذاریم و ارزش این هر دو را امروز احساس می‌نماییم. بعد از ختم دانشگاه و خدمت دفاع حربی با خواهش خودم رفته ایستادم. من میخواهم که همه جوانان به خدمت حربی با خواهش خود رفته، خیلی که میدانیم اگر ما جوانان وطن خود را دوست نداشته محافظت نکنیم دیگه هیچ کس نمیکنند. کار در خدمت ملک خود است، خیش راضی میکنه. ما وطن داریم.